سلام دوستان، در این درس درباره حرفی زاد صحبت میکنیم. حرفی زاد همان گونه که اینجا میبینید خیلی شبیه حرفی ساد است، اما با این تفاوت که در بالایش یک نقطه دارد. حرفی زاد آواز زیر را ifade میکند و نیز همچون حرفی ساد خاص کلمه های عربی است. حرفی زاد در علاهیدگی و آخری کلمه چنین شکل دارد. حرفی زاد در اول و مابین کلمه چنین است. و حالا مثال ها را برای ifade آواز ز توسط حرفی زاد میبینیم. این حرفی های هوتی است که ه را ifade میکنند و با الف پیوست شده است و این حرفی زاد است که در زیرش علامتی زیر یا کسره دارد که میشود زی و این هم ر، همش میشود ها زیر. همین را گفتنی هستم که حرفی ها نیز عمدتاً در کلمه های عربی استفاده میشود، مثل حرف های زاد و ساد. و این کلمه دیگری هست، این حرفی زاد است که آواز ز را ifade میکنند و در اولی کلمه آمده است و در بالایش علامت زبر دارد و میشود ز و این هم ر، میشود زر و این هم ب، میشود ضرب همش. و این هم حرف ر است که در زیرش علامت کسره یا زیر دارد، میشود ری. و این هم حرف زاد است که آواز ز را ifade میکنند و با الف پیوست شده است، همش میشود چی؟ ری زا. و این هم حرف ت است، در بالایش علامت فتحه یا زبر اومده است، میشود ت. و این هم حرف زاد است که ز را ifade میکند، زاد در مابین کلمه است، اینجا میشود تز. و این هم حرف میم است و این هم حرف یا است که آواز ای را ifade کرده است در اینجا و این هم حرف نون، همش میشود چی؟ تضمین. و این هم حرف زاد است، در اولی کلمه آمده است، در بالایش علامت فتحه یا زبر آمده است، میشود ز. و این هم حرف ر است که هر دوش میشود زر. و این هم حرف ب است و با هی هوز پیوست شده است که هی هوز در آخری کلمه آواز ا را ifade کرده است، همش میشود چی؟ زر با. و این هم حرف الف است که در زیرش علامتی زیر یا کسره آمده است و آواز ای را ifade کرده است. و این هم حرف میم است که می را ifade میکند و این هم حرف زاد در مابین کلمه آمده است، میشود چی؟ ایمز. و این هم حرف الف، همش میشود امضا. و این هم حرف زاد است که در زیرش علامت زیر یا کسره با رنگ آبی ما گذاشتیم، میشود زی. و این هم دال که میشود ده، همش میشود چی؟ زید. خوب، در این کلمه هایی که ما در اینجا برایتان به عنوان مثال آوردیم با حرف زاد، تنها ما کلمه را که در آن حرف زاد در آخر بیاید و به این شکل ifade شود در اینجا نیست، اما امیدوار هستم که در درس های آینده ما با چنین کلمه ها نیز آشنا خواهیم شد، زمانی که حرف های بیشتری را یاد بگیریم. خوب، امیدوارم این درس خوشتان آمده باشد. تا درس های آینده در پناه خدا و موفق باشید.